سرخط مهمترین خبرها: یک راننده نقلیات جمعیتی در دوشنبه 10 روز حبس شد. ترتیب گرفتن امتحان از مهاجران را سخت‌تر کردند و تاجیکان قزاقستان برای ضرردیدگان 100 تن کمک رساندند. درود بینندگان عزیز، ساعت در دوشنبه 10 است و آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان را در برنامه نویدی بامدادی تقدیم شما میکنیم. امروز 19 اپریل سال 2024 است. برنامه را از یک خبر فوری شروع میکنیم. رسانه‌های آمریکایی به نقل از مقام‌های این کشور از حمله اسرائیل به ایران خبر دادند. یک مقام آمریکایی در گفتگو با CNBC اظهار داشته است که اسرائیل حمله‌های به داخل ایران انجام داده است. این مقام که نامش برده نشده است تاکید نموده است که هدف‌هایی که مورد حمله قرار گرفت تأسیسات هسته‌ای نیست. پیشتر هم مقامات آمریکایی در گفتگو با شبکه‌های ABC و CBC از حمله اسرائیل به ایران خبر دادند. هنوز جزئیات این حمله مشخص نیست. صبح 19 اپریل بعضی رسانه‌ها از جمله BBC فارسی گزارش دادند که در شهر اصفهان ایران و منطقه‌های در سوریه و عراق صدای انفجار یا ترکش شنیده شد. دیرتر خبرگزاری مهر از بیکار شدن پروازها در تهران، اصفهان و شیراز خبر داد. مقامات ایران و اسرائیل تا حال در این باره رسما اظهار نظر نکردند. تنها خبرگزاری تسنیم، رسانه نزدیک به سپاه پاسداران ایران، گزارش‌ها درباره انفجار بزرگ و حمله موشکی اسرائیل را نادرست خواند. بینندگان عزیز، تفصیلات این خبر به زودی در سامانه رادیوی آزادی با نشان azadi.org نشر می شود. یادآور می شویم که ایران شب 13 و 14 اپریل در یک حمله بی سابقه به اسرائیل صدها موشک و هواپیمای بی سرنشین پرتاب کرد. تل اویو گفت 99% این موشک‌ها در هوا نابود کرده شدند، اما ارتش ایران مدعی شد که همه ضربه‌هایش به هدف رسیدند. تنش میان تهران و تل اویو بعد حمله به بینای کنسولگری ایران در پایتخت سوریه بالا گرفت. ایران این حمله را که در آن چند عضو بلندپایه نیروی قدس کشته شدند کاری دست اسرائیل گفت، اما تل اویو رسما مسئولیت این حادثه را قبول نکرد. یک راننده نقلیات جمعیتی را در دوشنبه برای دشنام دادن 10 روز حبس کردند. روز 18 اپریل خبرگزاری ازیا پلاس نوار بحث یک زن با راننده مسافرکش را در فیسبوک پخش کرد. خبرگزاری نوی شام 17 اپریل راننده ترالبوس رقم 10 که زن بود میخواست در ایستگاه فروشگاه صدبرگ مسافران را فرارد، اما یک مسافر برای تمغه اسپرینتر با رقم زرد ایستگاه را بند کرده برای ترالبوس مانعی ایجاد کرده است. در نوار دیده می شود که راننده مسافرکش اسپرینتر به سوی راننده ترالبوس که زن است از الفاظ قبیح استفاده می برد. از سوی دیگر راننده ترالبوس هم به این مرد تهدید می کند که تماشا کن حاضر چیکار می کنم. پخش این نوار پر از دشنام و حقارت در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های زیاد را به میان آورد و بسیاری از کاربران از رفتار مرد راننده انتقاد کردند و از مقامات طلب نمودند که او را جزا دهد. در پی این تنقیدها ریاست کارهای داخلی دوشنبه گفت راننده ماشین اسپرینتر کامل جان تاشپولادوف با قرارداد دادگاه برای میده اوباشی 10 روز حبس شد. این ساکن 54 ساله شهر دوشنبه را همچنین از کار در خطسیر رقمی 35 پیش کردند. نظر این مرد و نزدیکانش به این قضیه تا حال معلوم نیست. دغل گفتاری و بحث و دعوا در نقلیات‌های جمعیتی دوشنبه پیشتر نیز جای داشت. در روسیه ترتیب گرفتن امتحان از مهاجران را سخت‌تر کردند. تا این وقت تشکیلات‌های غیر دولتی هم حق داشتند که از زبان روسی و تاریخ قانونگذاری روسیه از مهاجران امتحان گرفته به آنها سرتیفیکت دهند، اما از سنه 1 می سال 2024 تشکیلات‌های غیر دولتی دیگر حق این کار را ندارند. والری فالکوف وزیر معارف روسیه 18 اپریل در صفحه تلگرام قاعده‌های نوی امتحانگیری از مهاجران را نشر کرد. بر اساس این قاعده‌ها اکنون در هر منطقه روسیه یک دانشگاه وظیفه‌دار می شود که مهاجران را از زبان روسی و تاریخ و قانونگذاری روسیه امتحان بگیرد. به نوشته سامانه فانتن که اکنون تمام روند امتحانگیری از مهاجران و دادن حجت زیر نظارت سخت گرفته می شود و مؤسسه امتحان گیرنده موظف کرده شده است که درباره قانون شکنی به مقامات حفظ حقوق خبر دهد. سر از سال 2015 از مهاجران در روسیه امتحان میگیرند. تنها بعد سپاریدن امتحان از زبان روسی و تاریخ و قانونگذاری روسیه به مهاجران پتن و یا اجازه کار داده می شود. از روسیه یک خبر دیگر هم داریم. دادگاه شهر مسکو روز 24 اپریل شکایت لطف‌الله نظرمد شهروند 24 ساله تاجیکستان را بررسی می‌کند. این جوان تاجیک از قرار دادگاه ناحیه بسمانی ناراضی است. این دادگاه روز 29 مارس لطف‌الله نظرمد را در پیوند به حمله مرگبار به مجمع کراکور سیتی هال مسکو
تا 22 می حبس گرفت. مقامات تفتیشاتی روسیه علیه این شهروند تاجیکستان بر اساس ماده انجام عمل تروریستی در هیئت گروهی سازمان یافته که باعث مرگ انسان شده است پرونده باز کردند. مقامات تاجیکستان و ازبکستان روز 18 اپریل عهدنامه همپیمانی و 27 سند دیگری همکاری امضا کردند. شوکت میرزیویف پرزیدنت ازبکستان ضمن سفرش به دوشنبه تاجیکستان را برای ازبکستان شریک استراتژی نزدیکترین، با اعتمادترین و آزموده شده نامید. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان هم گفت که سند عهدنامه همپیمانی عامل مهم تحکیم صلح و ثبات در منطقه آسیای مرکزی خواهد گردید. سندهای دیگری همکاری در بخش‌های گوناگون از جمله در بخش سیاحی، اقتصاد، راه و نقلیات، امنیت آذوقه و فرهنگ میان رهبران وزارت‌های اداره دو کشور به امضا رسیدند. روابط دوشنبه و تاشکند در سالهای رهبری اسلام کریموف سرد و مرزها بسته بود. تنها بعدی به سر قدرت آمدن شوکت میرزیویف روابط دو کشور دوباره گرم شد. خدمات بریتانیایی برادبند در گزارش گفته است که در تاجیکستان نرخ اینترنت یک از بلندترین ها در جهان است. در گزارش آمده است که مشتریان در تاجیکستان برای 10 گیگابایت اینترنت قریب $14 می‌پردازند، اما خدمات علاقه و هم شرکت‌های مخابراتی به این ارزیابی راضی نیستند. تفصیلات در گزارش ارشاد سلیمانی و امیر ایسایف. خدمات علاقه تاجیکستان بهاگذاری یک شرکت بریتانیایی در مورد نرخ گران اینترنت در تاجیکستان را غیر واقعی عنوان کرد. خدمات بریتانیایی برودبند جنی دیروز در گزارش شاخصی دسترسی به داده‌های موبیلی تاجیکستان را در میان 179 کشور در جای 163 قرار داده است. این نهاد نرخ اینترنت موبیلی را وابسته به درآمد میانه اهالی حساب کرده است که در تاجیکستان یک مشتری برای 10 جی بی اینترنت $13.77 مصرف می کند. خدمات علاقه می گوید مؤلفان پژوهش با این نهاد همکاری نکردند و نشان دهنده هایی که ذکر شدند با واقعیت در تاجیکستان مطابقت نمی کنند. خدمات علاقه با مسئولیت کامل ابراز می دارد که یگان اپراتور موبیلی و پروایدر اینترنتی نه برای اینترنت موبیلی و نه برای اینترنت خانگی با ارزش $1377 یا حدود 150 سومانی اینترنت پیشنهاد نمی کند. خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان از نشر هر گونه موادهای ناسنجیده و ناصحیح که در وسایل اخبار عامه که باعث خللدار گردیدن رشد بومرام ساحه علاقه میگردد اظهار تأسف میکند. برودبند جنی گفته است که این رده‌بندی را در اساس نظرپرسی میان بیش از 70,000 ساکن این کشورها در تناسب با درآمد میانه اهالی تهیه کرده است. این شرکت درآمد میانه اهالی تاجیکستان را $170 برآورد کرده است که 8% آن برای خرید اینترنت موبیلی مصرف می شود. اما شرکت‌های مخابراتی تاجیکستان نیز $13.77 حساب شدنی 10 جی بی اینترنت را غیر واقعی می‌دانند. نرخی که آنها پیشنهاد کردند یا در تحقیقات آمده است برای تاجیکستان حداقل 3 مرتبه بالاتر است. در حال حاضر در شرکت ما 10 گیگابایت اینترنت به طور ثابت حدود 51 سومانی ارزش دارد. یعنی اگر به سومانی حساب کنیم 1 گیگ اینترنت 4.95 سومانی ارزش دارد. بختیار میرزا رحیموف راهبر شعبه کار با میزاجان شرکت زد موبایل نیز میگوید در این گزارش بازار موبیلی تاجیکستان به طور باید و شاید آموخته نشده است. اگر مثال گیریم سال 2023 ماه مای رو برای یک گیگ یک مشتری ما 7.5 سومانی پرداخت میکرد. اکنون برای یک مشتری اول سال رو اگر گیریم 1 گیگابایت 2.5 سومون رو تشکیل میده. حاضر اگر که با نظر گیریم اقدام هایی که ما شرکت ما در پیش مونده است، یکی از اقدام هایی که در آن بر عوض 100 سومون مشتری 100 گیگ میگیرد. اگر این را به حساب میانه اگر حساب کنیم برای یک مشتری 1 گیگ 1 سومون علاقه درست میبود. مسئولان شرکت های موبیلی میگافون، انار و آموبایل هم برای آزادی گفتند که آنها 1 جی بی اینترنت را متناسباً از 1 تا 7 سومانی میفروشند. با وجود پایفشاری شرکت های مخابراتی به گران نبودن ارزش اینترنت در تاجیکستان، مردم از گرانی و صفت آن شکایت دارند. در 2 سال اخیر امامعلی رحمان نیز در پیام‌هایش از صورت و ارزش اینترنت نگرانی می‌کند. اما خالق نظر جمعیف سخنگوی شرکت واویلان موبایل میگوید آنها هنگام نرخ‌گذاری امکانات شهروندان را به اینابت میگیرند. با خدمات‌های گوناگون ما موافقه می‌کنیم، از جمله با خدمات ضد انحصاری
نرخ اصلی معین کرده می شود و پس آن نرخ نهایی. برای همین فکر می کنم اینترنت ما، علاقه ما برای مشتریان ما اونقدر گران نیست. صرف نظر از موقعی خدمات علاقه و نارضایتی شرکت‌های مخابراتی، کارشناسان میگویند بهاگذاری شاخصی در رسی به داده‌های موبیلی زیاد غیر واقعی نیست. رستم گلوف کارشناس فناوری‌های اطلاعاتی میگوید نمیشود گفت که این صرف دروغ است یا صرف راست است، چون که یک نشان دهنده میانه است. اما این کارشناس ارزش اینترنت را در تاجیکستان گران می‌داند. البته گران است. گپ در سر آن می‌رود که همین بازار با رقابتی بود و تو یک همین منوپول دولتی ساختنشان یک گیم رشد هم میکرد تا این آن درجه نرخ هم پست میشد. این زمان متاسفانه این گونه شرایط نیست که شرکت ها در بازار با رقابت رشد کنند و نرخ ارزانتر رو پیش کنند. با نظر داشت آن درآمدی که ما داریم البته این قیمت است. ارزش گران و صورت نامناسب اینترنت در تاجیکستان همیشه از سوی مشتریان و سازمان‌های بین المللی انتقاد میشد. فروش اینترنت در تاجیکستان بیش از 10 سال اخیر در انحصار شرکت دولتی تاجیک تلکام است که شرکت‌های دیگر حق مستقلانه وارد کردن آن را ندارند. بینندگان عزیز، نظر شما به نرخ اینترنت در تاجیکستان چگونه است؟ لطفاً در زیر برنامه نویسید. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. تاجیکان قزاقستان به مردمی از سیل زیان دیده این کشور 10 تن محصولات نیاز اول داده برای به جای امن کوشاندن برخی آنها کمک کردند. اکبرجان اسماعیلوف رئیس مرکز تاجیکان قزاقستان روز 18 اپریل به رادیوی آزادی گفت که زیاده از 100 تن محصولات نیاز اول، لباس، کورپه و بالش رسانده شد. در این زمان به گفته او تاجیکان هر روز به مردم آسیب دیده خوراک گرم می‌دهند و این اقدام تا برطرف شدن آفت طبیعی ادامه خواهد کرد. مردم زیادی در قزاقستان و روسیه چند هفته باز جبر آبخیزی را میکشند. وزارت حالات فوق‌العاده قزاقستان میگوید هزارها بنا و حوله در ولایت‌های اکمالا، اقتپه، قوستانای، اتیرا و قزاقستان شمالی زیر آب مانده. تا این دم زیاده از 116,000 نفر به جای بیخف برده شدند. بخش یک روز تاریخ را همکارم خیرمان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 19 اپریل را فرا میگیرد. моҳи апрел таваллуди наққоши маъруф ва поягузори оини монавӣ зиндиқ бин ҳумод таҷлил мешавад ки бовар меравад соли 2016 милодӣ зода шудааст. форснажод ва зодаи шаҳри мадоини ироқи имрӯза буд. аз оинҳои яҳудию насронӣ ва зардуштӣ огаҳ буд ва дар пайравӣ аз ин динҳо равияи худро эҷод кард ки дар қаламравҳои бабилон, рум, хуросону мовароннар пайрав дошт. дар қаламравҳои эрон ва тоҷикистон то имрӯз мониро ба хотири санъати наққошиаш эҳтиром мекунанд. апрели соли 2017 кумитаи забон ва истилоҳоти тоҷикистон рӯйхати тақрибан 3,500 номи миллиро нашр кард ва гуфт ки аз ин ба баъд исми навзодон дар тоҷикистон танҳо бар пояи ҳамин рӯйхат гузошта шавад. ин феҳрист дар ҳоле тартиб дода шуд ки мақомот дар тоҷикистон ба истилоҳ мубориза бо таъсири фарҳангҳои бегонаро дар ҳаёти маишии сокинон вусъат бахшида, аз ҷумла номгузории кӯдакон бо такя ба забонҳои арабию фарҳанги исломиро таҳти назорат гирифтанд. 19 апрели соли 1950 овозхони маъруф Дӯстмурод Алиев таваллуд шуд ки ҳамагӣ 39 сол умр дид, вале то имрӯз таронаҳои ӯ дар дили ҳаводоронаш зинда ҳастанд. ҳофизи халқии тоҷикистон то охири умр раҳбари бадеии дастаи ҳунарии хонаи маданияти ноҳияи Файзобод буд. таронаҳои ӯ Баҳор омад, Бимон, Ман монаму Савсани ҳусн ва дигарҳо дар ганҷинаи тиллои мусиқии тоҷик ҳифз шудааст. ӯро аз зумраи сарояндагоне медонад ки аз сабки оҳангсоз ва сарояндаи машҳур Акашариф Ҷурайф илҳом гирифтааст. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل به 114-115 سامانی برابر است. $100 آمریکایی باشد تا 1088 سامانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین کرده شده است.
بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوی در هفته روان بود. خبرها از این بیشتر را در روزهای استراحت هم می توانید از سامانه رادیوی آزادی با نشان azadi.org بخوانید و تماشا کنید. دوام 2 روز آینده برای شما استراحت خوشخواهانه. خدا نگهدار.